مرگی فرزند. مادرم نکنه که پگه بچه کنم بچم مرگی منه مرده منه برونم. لیکن مادر میبینی که مرگی بچه شم برون. شب بچه من خواه دیدیم خواه دیدم گردنه کشکج در یک گوشه که دیو ششت. در همی خونه تو چیکار میکنی؟ در همی خونه تو چیکار میکنی کودک تا تربیت کنه نمیتونی؟ مرگی فرزند. مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی. چه داری انگا؟ اما خوبه اما چی کودکات شدن؟ شکر خدا که خدایی بد نکنه. اکش مرا تشویش تیم نفاریده تختان خوب میدونن که بعد گذشتن یکتان زندگیمون کم ترک دشوار شد. هم قمعوش میگیرم هیلش کمکشون سیر میکنم. و در خنگی ها کسال شدیم کلونی مکتب رفته نتونستیسته. دخترشون بردم هر دوشون داروخط نویستیم. همین داروخط رو آوردم اگر علاج میداشتی اکا جان همو داروشون هم میخردی میدادیم. یک دیگه پیش کی میرم اما کشیونی گفته پیشتن اومدم. خوشگل انگا پیش امکانیت داشتیم شرایط داشتیم کمک میکردیم چیزی که دستمون میومد میکردیم. در برابر گفتیم گپو فرزندای خودم فرزندای شما در لباس میخریدم فرزندای شما را گفتیم گپو خوراک تامین میکنم. آخوزی و خیلی شرایط و خیلی امکانیت نیست. این معاشمونه بعضی وقت یکی مقدار بعضی وقت محترم مقصدیه بودستم نیستم امکانیت. برای همین من ندارم دیگه و خیلی شرایط و خیلی علاج خیلی امکانیت که خدای اولم بکنم. وای خداوند هیچ کدای خیلی روز را نشون نکرد. هم یک قسمی که جمع کردگیم ای کرده دوزیم هم ینگم دتیم بهترین کار می شود. خیلی غیری من اینا اکاو دادارت هسته ینگا غیری ما بونو اکاو داداری ما هسته کی جا یک میبخشین من تو خانیستم کن. راست میگی اکا در وقت شما را فهمیدن در کره همه زندگی داره و تا که خونمون میرم اکا این ماه گفتم پیش شما بیام اکا تماما وضعیت چون وضبین شده. میفهمه و نیست دیگه و خیلی امکانیت نیست. زنک لبای مرده میاد چوینیم چوی وردیم اوندی بعد نمیاری اگون زهره زخومه اینجا میمون اومگی حاضر میارم. نه ینگا جان تشویش نکشن اکا ما بخیزم کودک را توقع مونده بودم میده بخیزم اکا و بشی پیرا چوی بگی بعد میره. نه ینگا تشویش نکه بخیزم اکا مایلش خیلی مایل به حضر شما کنه ینگا برام کودک را نمیوردم مزهشون بونیسته کرکم در جمعه. وای ینگا جان رستیگه چی همین یک دست مکی که ای کرده دوزیم جمع شدگی ای هوای گیرین. نه ینگا تشویش نتخته کراکاتو نبود مکنه یعنی چیکار نداره ینگا. تشمام مرام درد زن میفهمه که مرام خداوند به همه روز رسونده. ینگا جان چی؟ یاده چی سیار کرده است بدو میشتین میخوردیم بعد میرفتین. رحمت دفعه دیگه آمدیم به حضور میشینم. خب کرکم پیور خیلی شما پشتن یه من یافتن گفتیم گفت سرشونه درد میگیره اکن همی چیمو نمیرسه اکن همی کدوم نمیرسه. ها بچه یه از باشیدم فقط شما رای اولم دارید بیا می رای زندگیتون آدمو دیگه گفته ینگه موشیدی گفته زنی اکن موشیدی دیگه هم مای بده نبود برای شما رو میکنی. خدا جان یگان زنی دنیا با فرزندش امتحان نکنم.
قدر قینه مرگ فرزم مادرم نکی پگه بچه کنم بچم مرگی منه مرده منه برونم لیکن مادر میبینی که مرگی بچه شم برونم یک سال میشه جانی اونجا هیچ دوم قلم و تحویلم نمیده کلی او کلی لبای خلا یه برجه بیا حاضر لبای خلا جان کارات تمام کردی ها میشه رحمتی بچم در خوم در اومد یکم کم بودی دوره چی تیار شب روی میاینگت خبر گیری یکم خوردنی ندارن یا کسل شدن فرزند داشت یکم گپی شد که شب بچم در خوم در اومد میگم خداوند یکم مادره و فرزندش امتحان نکنه تیار شب بچم روی میا خبر گیریم یه حال احوالشو نبینیم مایلش حاضر خلا جان آه بچه که هیچ نکی ندیده دنیا می بچه که جنون مرگ می یک ارزو که حواسی فرزنده کشن ندید بچه هم خونه کرده درد کرده یک روزی خود Yanga? Oh Yanga! خود نبوداره برای سوزاندن یا چه شکر برای سوختن یا چه کردی خود نبود بیا درک شده آه جانم بچه چطور برای سوزاندن خانه بوداره کردی بیاین خلا در خونه درونگی بودم نفهمیدم السلام علیکم بیا کزانی ورد هیچ سرگرم نشدیم شب بچه من خواه دیدیم خواه دیدیم گردنه کش کج در یک گوشه که دیگه هم ششت ایتون بوده که کود کسل شدن یک هم کم بودی داشتی بیا درین خلا بیاین بیا هیچ کدام گرم خونه بیا یانگا او یانگا میزگونا بیا کن هی اینجا بیا در خونه میشینی دم گرفتم این بری کودکات تربیه کنی بیا کن ما آبرو را با یکم تنگه خریدگیم تینجه کجا؟ ای کجا تینجه این بابای کی را آهنوش از دیده بچت یه بار نگاه نمیکنی ها ما همین قواق زندگی در همین حالت زندگی میکنیم در شهر زندگی میکنیم یگو کس اینوی ما شکایت کردین از یگو کس گفتگی نیست که بچه‌ت فلانی بچه‌ت خیلی و خیلی در همین خونه تو چیکار میکنی در همین خونه تو چیکار میکنی کودک تربیت کنه نمیتونی ماما جان ما تو را مردی خونه تو فکر کردیم ما گفتیم که تو در آینده نامبرداری پدرت بشای در آینده آبروی پدر برداری تو دزدی میکنی کاتی تربیه‌مون رفته تربیه‌مون دزدی کردن گرفتن صاحبخونه اومدن من قبیل تو دزدی نکردی ها؟ با چخه میگه که جیانی تو دزدی کرده ای؟ من کچون بدم یانگه رفتم بودکوتخ شو تربیه که آبروی ما را نریزون آبروی ما را پس نکه تینجی نیست و چه
نه بابای اسوندی نه بابای مهردی نه وای سایرم بروماد میگه که جیان دزدی کرده آهن دزدیدن چی دزدیدن هم دیدشون اخی او چه او بروی ما پس میشوه یگان کس نمیگه که محمد جان دزدی کرد میگه او جیانی فلانی دزدی کرد ما برو را اوچه جان ذره جمع کردیم با یک عذابا ابرو جمع کردیم تا همین روز ما نه دزدی کردیم نه غری کردیم نه خونه یک کس رفتیم نه یک کس گفتی هم گپات دشنو مقورت کردیم اخی نگاه کنه اوچه چکو میکنه دمی خونش چه؟ یک دستی ساعته کار میره و کیم کجایی تمام بچم اما دز بابای اسامیدین تخت شای فهمیدی؟ بچه‌ای که من تولد کردم بابای رسانده باید دز نبود باید دل نیحتش دز نبود نشانه که بچه‌ی من مونده هیچ وقت دزی نمیکنه فهمیدی؟ برای چقدر بلند گپ میزنی؟ برای چقدر بلند گپ میزنی؟ اینقدر مغرور گپ میزنی؟ اینقدر غرور تا بلند میدونی؟ برای چی؟ وقتی تو خورد بودی تو کجای میرفتی اکا دستی چیه میگیری تو میغلطیدی چیه میبرداشت خودش نمیخورده دانی تو میمون تو خنک میخوردی و چلی باسی غف شده تا تو میپشو تو چی؟ تو امروز دو نشون نکی بچه من امروز صغیر شده تمام خور زور میکنی مردیگریت همیه آخه میبری یک آدمای در کاری که برای دسترخوانی تو میبیان برای آبروی ته خندیدن و دیدن میبیان میخورونی آبرو میگویی برای تو آبرو در کاره آبرو تو خریدن میخواهی برای تو آبرو در کار باشه اینه ببزنی انگت نگاه کن فهمیدی اینه ببزنی انگت دستگیری کن اینه دست غیره که که تو موندن ایو را نگاه کن اینه آبروی تو میشه یا که خوردن اینا پگه که نانیاهو شدن قرضی توی بر میگردونن اینه میشه آبروی تو بچه السلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان فراموش نکنین چقدر که شما نو را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک در کامنتاری یک سخن خوب و نگفتن نمونه подписаться را فراموش نکنید حتما در کانال подписаться کنید انشالله که نوارای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردونیم باقی سربلند و خانه آباد باشید